درود به کل بینندگان عزیز تلویزیون ورزش. برنامه نوبتی ترانسفر در عمل فراگیر سوداکاری های تابستانی یوونتوس تورین می باشد که این دسته مقتدر ایتالیایی در ترانسفرهای قبلی تا کجا موفق شد و تا کدام اندازه ناکام گردید. ولی سرآغاز سخنها سر گزارش‌های مهمترین تابستانی یوونتوس که البته پس از سپری گردیدن قسمت معین موسم وقت تحلیل آن هم رسیده است، ما اینجا از کل عملکرد جانب بیانکانری در بازار میگوییم که در عموم 23 بازیگر کسبی از این تیم رفت و آمدی خاصه داشتند. نخست میگوییم که به صف یوونتوس 7 بازیگر خودی مهلت اجارهشان به انجام رسیده بازگشت نموده. در این برابر تورینی ها نیم حمایتگر مرکزی وستون مکنی را با انجام اجاره در این تیم بر عوض 250 میلیون یورو از شالکه، حمله‌ور مرکزی مویزه کین با اجاره 7.5 میلیون از اورتون، نیم حمایتگر هجومکار محمد ایختارین با ارزش 190 میلیون یورو از پی اس وی، حمله‌ور مرکزی کایو جورج از سانتوس بر عوض 1.5 میلیون یورو، نیم حمایتگر تکیه‌گویی مانوئل لاکاتلی از ساسولو، حمایتگر مرکزی کریستیان رامرو را از اتلانتا با انجام مهلت اجاره‌اش وارد تیم نمودند. از میان بازیگرانی از دسته جواب داده شده باشد، یوونتوس دیگر باره 6 بازیگر خود را به دسته‌های مختلف به اجاره روان نموده. در علاهیدگی میتوان قید کرد که جانب بیانکانری دفاعگر مرکزی کریستیان رامرو را بر عوض 16 میلیون یورو به اتلانتا، حمله‌ور مرکزی کریستیانو رونالدو بر عوض 15 میلیون یورو به منچستر یونایتد، دفاعگر مرکزی مهدی دیمیرال را با اجاره 4 میلیون به اتلانتا روان نموده. دروازه‌بان جانلویجی بوفونی دستان چون فوتبال بازی آزاد به پارما به سری برفت. با ادامه سخن سری گزارش‌های انجام داده یوونتوس در علاهیدگی میتوان گفت که از تغییرات پرسر و صدا و به شک و شبهه تاریخی در دسته یوونتوس این فروش کریستیانو رونالدو بر عوض 15 میلیون یورو به منچستر یونایتد می باشد. نفری که 3 سال قبل بر عوض 117 میلیون یورو از رئال مادرید به یوونتوس گزارش نمود و تحت رمای همین سال در 134 بازی 101 گل و 22 پاس گل‌آور با آمار گرفته است. کریستیانو همچنین در مسیر 3 موسمی برآمد با پیراهن‌های بیانکانری 2 اسکودتو، 2 سوپرجام ایتالیا را وارد خزانه پرجلوی ورزشی نمود. ولی در این برابر پیروزی در انتظار تیم تورینی را در یووه عملی کردن نتوانست، چیزی که البته باعث به پاخستن آوازها اطراف معاش هنگفت بازیگر پرتغالی در یووه و بازگشت الگری به تورین را به میان آورد. فشارهای بیشتر با وجود پس از 9 سال پیهم قهرمانی به اسکودتو ماندن یوونتوس به آن رساند که رونالدو دسته قبلیش را در انگلیس انتخاب نمود. خلاص که با در نظر داشت کل جهت‌های مثبت و منفی رفتن رونالدو این تلفاتی بزرگ است یا که سبکی خاصه را برای یوونتوس فعلی به میان می‌آورد. بعد گذشتن 1 ماه از گزارش رونالدو به تورین باشد، معلوم شد که رونالدو یوونتوس را فریب کرده است، چرا که گزارش رونالدو طبق قاعده تا سنه 15 آگوست عملی میشد، ولی در صورتی برعکس رونالدو باید در یوونتوس میماند، چرا که یووه در چنین فرصتی کار عوض کننده او را پیدا کردن نمیتوانست. اما چطور همگان شاهد شدند، رونالدو سنه 27 آگوست به امیو گزارش کرد و یوونتوس را دیگر چاره‌ای نماند جز سراسیمه‌وار به اجاره گرفتن مویزه کین از اورتون. مویزه کین باشد دستپرور خود یوونتوس بوده، بر عوض 27.150 میلیون یورو ماه آگوست سال 2019 گزارش به اورتون کرده بود. در ماه سال 2016 باشد پی اس ژی مویزه کین را از اورتون به اجاره گرفت، جایی که کین در 41 بازی 17 گل زده است. خلاص گزارشی که سراسیمه‌وار انجام شده بود تا کجا منفعت بخش بوده میتواند. برگزاری یورو 2020 و درخش یک زمره بازیگران جوان در این سبقت‌های قهرمانی هم به سمت کار بازار تاثیر دیگر بخشیدند و یوونتوس پس از یورو کلی دقت‌ها را به نیم حمایتگر تکیه‌گویی مانوئل لاکاتلی نموده اخیراً این نفر را از ساسولو به اجاره گرفت. دستپرور اکادمی اتلانتا که همزمان مسند ورزشی خود را از تیم جوانان میلان آغاز نموده است، در صف ساسولو در عموم 99 بازی گذرانیده و 7 گل و 11 پاس گل‌آور هم دارد. نفر که تابستان سال 2018 تاریخ اجاره از میلان به ساسولو آمد و سپس در تابستان سال 2019 بر عوض 14 میلیون یورو خریداری کرده شد. تا کجا میتواند به آینده بخشی یووه تکانی مثبت بخشد. از زمره خریدارای تابستانی یوونتوس را میتوان پرداخت 20 میلیون یورو از برای وستون مکنی نامید، نفری که در یووه موقع پیدا کرده توانست.
نفری که ماه اوگوست سال 2016 از اکادمی دالاس بر عوض 100,000 یورو به شالکه آمد و سپس بعد 4 سال بر عوض 4.5 میلیون یورو به یوونتوس به اجاره آمد. وستون مکنی در صف شالکه در 91 بازی 5 گل و 7 پاس گل آور داشته. در صف یوونتوس الکی در 53 بازی 6 گل و 3 پاس گل آور به آمار گرفته است. محض از برای آمار دقت جلب کننده پس از یک سال سپری شوی اجاره یوونتوس این جوان آمریکایی را پورا خریداری کرد، اما با آمدن الگری کلی چیز دیگر خواهد شد و سابق بازیگر شالکه را چی تقدیر در این تیم انتظار بوده میتواند. جانلویجی بوفون 43 ساله چون قهرمان جهان و 10 کرات دارنده اسکودتو در وطن هنوز تابستان سال 2001 بر عوض 52 میلیون یورو از پارما گزارش به یوونتوس انجام داده بود و تا سال 2019 در صف یوونتوس حیات ورزشی پرجایزه به سر برد که 685 بازی در صف یووه برگزار نمودهش شاهد این گفته هاست. نباید فراموش کرد که بوفون هنوز سال 2019 به یک سال تورین را با پاریژ عوض کرد و رفتن دیگر باره بوفون از یوونتوس به دسته اولیه پارما به سری ب واقعا هم یک رویدادی دردناک و خاطرمانی خیربادی را با این چهره دستان به میراث گذاشت. ولی از جانب دیگر ممکن است گفتن که ما که با آمدن دیگر باره الگری آخرین امکانات پیروزی در لیگ قهرمانی بهر بوفون عالمگیر برباد رفت. در موسم فعلی باشد یوونتوس بدون رونالدو مانده هرچی بیشتر تلاش ها را به خرج می‌دهد تا حمله‌ور سربی دوشان ولاخویچ را وارد تیم نماید. نفری که در موسم قبلی 21 گل در 37 بازی داشت و در این موسم الکی 4 گل در 7 بازی دارد. جانب تورینی با پیشنهاد شرطنامه 5 ساله به این سربی می‌خواهد دیان کولوسفسکی را به فیورنتینا روان کند. بر علا روشن است که بعد رفتن رونالدو و نیافتن حمله‌ور قلای در روزهای به شمار اخیر بازار ترانسفری یووه را چاره دیگر نماند جز تمرکز کردن کلی دقت‌ها به دوشان ولاخویچ. خریداری دوشان ولاخویچ 21 ساله احتمالاً مرات را از دست بیرون می‌کند، ولی تا کجا ولاخویچ به یوونتوس فعلی ثمرآور بوده می‌تواند. بررسی کل عامل‌های موجوده وابسته به گزارش‌های انجام شده البته خلاصه نهایی نبوده، بلکه اندیشه‌های انفرادی هستند که در خود جالبیت‌های خاصی داشتند. اما خرید و فروش‌های یووه را البته که رفزنه ترانسفری می‌آمد میان موسم معلوم خواهد کرد. این بود فرجام برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.